هزاران نفر از بازماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه‌های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید، 520 نفر کشته شدند و بیشتر از 8000 نفر دیگر زخم برداشتند. درباره پیامدهای زمین لرزه و عملیات امدادی صحبتی داریم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیوی فردا. قدرت، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست می گفتی که از محل فلاکت چی گزارش ها می رسند؟ مردم به قدر کافی آب و غذا و موادی ضروری دارند؟ آخرین گزارش هایی که از کرمانشاه و شهرستان های اطراف می رسه این هست که مردم سومین شب رو هم در هوای سرد سپری کردند. مشکل اساسی و عمدهشون این هست که کمک های اولیه بهشون نمیرسه به اندازه کافی و به موقع. احتیاج شدید به آب، مواد غذایی و حتی شیر برای کودکان دارند و همینطور چادر و مسائل دیگری که نیازهای اولیه هستش. و انتقادات شدیدی شده از دولت و نهادهای دولتی که با عجله و با به موقع نتونستن این بحرانی که به وجود اومده مدیریت بکنن و بیشتر مردم از شهرهای مختلف ایران کمک‌های مردمی رو خودشون با ماشین‌ها با خودروهای خودشون میبرند و این بزرگترین کمکی بوده که شده در 3 روز اخیر به مردم مناطق زلزله زده در کرمانشاه، سر پل ضحی و روستاهای اطرافش. و آمار تازه چی میگن؟ تعداد قربانیان چقدر است؟ بالا رفته یا هنوز هم؟ تعداد قربانیان بالا رفته، بین 430 تا 530 540 نفر گزارش میشه. مشکل این هست که بعضی از قربانیان زمین لرزه بدون ثبت نام دفن شدن، به ویژه در روستاها، و صحبت از این هست که حتی ممکنه تعداد قربانیان 1000 نفر باشه و طبق آمار رسمی هم که اعلام شد صبح امروز تعداد مجروحان هم نزدیک به 10,000 نفر هست که بیشترشون به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدن و چند صد نفر هم که جراحات عمیق‌تری داشتن به بیمارستان‌های ایالت‌های مجاور منتقل شدن. ولی همچنان ادامه داره افزایش شمار قربانیان و مجروحین زمین لرزه. گزارش ها می رسند که ایران از پیشنهاد کشورهای دیگر، از پیشنهاد کمک های کشورهای دیگر دست کشیده است و یا رد کرده است. سببش چه می تواند باشد؟ ایران درسته آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه 2 روز پیش کمک های به ویژه آمریکا و سازمان های جهانی و کشورهای اروپایی رو گفت که دولت ایران قادر هست خودش با مشکلاتی که به وجود اومده سر این حادثه طبیعی روبرو بشه و فعلا احتیاجی به دریافت این نوع کمک ها نداره. یک جنبش این است که ایران میخواد به جامعه جهانی و به مردم ایران نشون بده که دولت امکان، توانایی و قدرت این رو داره که با چنین حوادثی روبرو بشه و به مردم کمک بکنه. و جنبه دیگه هم هست که میخواد این احترام ملی، این ارزش و ابهتی که برای خودش ساخته جمهوری اسلامی، اون رو نشون بده که محتاج کمک‌های بین‌المللی نیست، در صورتی که در چنین حوادثی تمام کشورهای دنیا به همدیگر کمک میکنن. حتی آمریکا که ایران اون رو دشمن خودش میدونه اولین کشورهایی بود که کمک اعلام کرد حاضر کمک بکنه و حتی اسرائیل اعلام کرده که حاضر به قربانیان و بازماندگان زمین لرزه در ایران و در عراق کمک بکنه. ولی ایران تاکنون هیچ یک از این پیشنهادها رو نپذیرفته. و آخرین سال بعد از هر زمین لرزه چی در ایران و یا چی در تاجیکستان بحثی تاب‌آوری خانه ها، تاب‌آوری منزل های بلند طبقه به زمین لرزه اوج میگیرد. آیا در ایران هم این بحث ها از سر گرفته شدن، باز هم اوج میگیرند؟ بله، در ایران هم ساعاتی پس از زلزله این بحث ها اوج گرفت به 2 دلیل. یکی این هست که منطقه زلزله زده کرمانشاه و اطرافش یکی از مناطق فقیر کردنشین ایران هست. در نتیجه ساختمان ها و بناهایی که ساخته میشه استقامت و تاب‌پذیری زلزله رو به دلیل فقر، به دلیل ارزانی که در مصالح به کار میبرن نداره. مشکل دوم این هست که در دولت محمود احمدی نژاد
یه بناهای منازل ارزان با قیمت پایین برای مردم ساخته شد که در ایران به مسکن مهر معروف شد و اون زمان و الان هم گفته میشه که تاب‌آوری این نوع بناها در مقابل زمین لرزه های به شدت 7 و یا 7.5 درجه خیلی کم هست، به خاطر اون که کسانی شرکت هایی که این بناها رو ساختن از مصالح و لوازم کافی و استانداردهای کافی رو رعایت نکردن. گزارش های ضد و نقیضی میرسه که بعضی از این بناهایی که مسکن مهر هست در کرمانشاه در سر پل ذهاب کلاً از بین رفته، در حالی که ساختمان ها و بناهای اطرافشون فقط پنجره ها و شیشه ها شکسته و دولت هم تا الان اعلام نکرده که واقعا چند درصد از بناهای تخریب شده در این زمین لرزه مال مسکن مهر بوده. تشکر همکارم قدرت شیدی از رادیوی فردا با ما صحبت میکرد. تشکر قدرت. خواهش میکنم.